به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه ادبیات جهان شروع میکنیم. کتاب هزار خورشید تابان، نویسنده خالد حسینی، ترجمه بهناز پیاده، که توسط نشر راه معاصر در سال 1396 در تهران چاپ شده. این کتاب نویسنده افغانی تبار امریکایی داره که خالد حسینی، نویسنده کتاب مشهور باد بادک باز هستش. ابتدا نوشته ای رو پشت جلد کتاب برای شما میخونم و سپس این کتاب رو با هم شروع میکنیم بدون هیچ نوع مقدمه، پیشگفتار یا حرف اضافه ای. با من همراه باشید. هزار خورشید تابان، کتاب دوم خالد حسینی، نویسنده افغان تبار امریکایی، خالق کتاب مشهور باد بادک باز است که پس از انتشار با استقبال کم نظیری مواجه شد. هزار خورشید تابان ماجرای نسلی است که با دیدگاهی کاملا متفاوت نسبت به خانواده و عشق چشم به جهان می‌گشاید. داستان زندگی مریم و لیلا، زنانی که سرنوشتشان به طور تصادفی توسط جنگ و کشته شدن عزیزانشان به هم گره می‌خورد. مریم حاصل عشق مردی هوسباز است که با وجود داشتن 3 زن شرعی دست به دامان کلفت خانه یا ننه میبرد و لیلا دختری که بچه نامشروع جوانی معلول را در شکم دارد. خالد حسینی با تعصب و با قلمی فوق‌العاده قدرتمند نشان می‌دهد که عشق یک زن به خانواده‌اش می‌تواند او را تا پای جان وادار به اقدامات تکان دهنده و قهرمانانه‌ای کند و در نهایت این خود عشق و یا حتی حافظه عشق است که می‌تواند کلید بقا باشد. با من همراه باشید که فصل اول رو شروع کنیم. مریم اولین بار که کلمه حرامی را شنید تقریباً 5 ساله بود. یک روز پنجشنبه بود. به طور قطع باید پنجشنبه بوده باشد، چون مریم به خوبی یادش می آمد که در روزهای پنجشنبه اصلاً آرام و قرار نداشت. به خاطر اینکه جلیل پنجشنبه ها برای دیدار از او به کلبه آنها می آمد. مریم که برای دیدن جلیل لحظه شماری می‌کرد، یک صندلی زیر پایش گذاشت و مشغول پایین آوردن فنجان‌های چایخوری مادرش شد. می‌خواست آن لحظه که بالاخره جلیل را می‌دید که تا زانو در علفزار فرو رفته و در حال تکان دادن دست به سویش می‌آمد، یک جوری سرش را گرم کند. فنجان‌های چینی تنها یادگاری بود که ننه، مادر مریم، از مادر خودش داشت. ننه در 2 سالگی مادرش را از دست داده بود. ننه هر تکه از این سرویس چینی سفید و آبی را با آن انحنای زیبای دهانه قوری و نقش پرندگان و گلهای داوودی و اژدهایی که برای دفع چشم بد روی جاشکری نقاشی شده بود با دقت و وسواس خاصی نگهداری می‌کرد. همین جاشکری بود که از لای انگشتان مریم لغزید و بر کف چوبی کلبه افتاد و تکه تکه شد. هنگامی که ننه چون این صحنه ای را دید، صورتش سرخ شد و لب بالاییش لرزید و چشمانش هم چشم سالم و هم چشم تنبل و کمبینایش بی آنکه پلک بزند بر مریم خیره ماندند. ننه با چنان خشم و غضبی به مریم نگاه میکرد که مریم ترسید نکند دوباره جنها به مادرش حمله کرده باشند. اما جن آن بار نیامده بود. ننه هر 2 مچ مریم را گرفت و او را به خود نزدیک کرد و از میان دندانهای به هم فشرده‌اش سرش فریاد کشید: ای حرامی دست و پا چلستی کوچولو، این هم دستمزد همه اون مصیبت‌هایی که سر تو کشیدم. یه حرامی بی عرضه بی دست و پا که ارثیه خانوادگیم رو انداختی شکاندی. آن روز مریم متوجه لعن و نفرین مادرش نشد. معنی کلمه حرامی را نمیدانست و به اندازه کافی هم
عقل رسم نشده بود که بفهمد آنهایی که حرامی را به وجود آورده بودند مقصر هستند، نه خود حرامی که تنها گناهش متولد شدن بود. مریم از لحن ننه حدس زد حرامی بودن باید چیز زشت و نفرت انگیزی باشد، مثل یک حشره، مثل همان سوسک‌هایی که فرز می‌دویدند و ننه همیشه آنها را لعن و نفرین می‌کرد و با جارو و خاک‌انداز از کلبه بیرون می‌انداخت. مریم بعدها که بزرگتر شد از قضیه سر درآورد. در حقیقت نحوه ادای این کلمه بود که برای مریم دردناک می‌نمود، چون ننه آن را مثل توفی به طرفش پرتاب می‌کرد. بعد متوجه شد که منظور ننه از حرامی موجودی ناخواسته است و اینکه او حرامزاده است که هرگز حق درخواست چیزهایی مثل عشق، خانواده، خانه و پذیرفته شدن را که دیگران از آن برخوردار بودند ندارد. اما جلیل هرگز این کلمه نحس و بدشگون را در مورد مریم به کار نمی برد. جلیل می گفت مریم گل کوچولوی اوست. همیشه خوشش می آمد مریم را روی زانوانش بنشاند و برایش قصه تعریف کند. مثلا یک بار برایش تعریف کرد که هرات، شهری که مریم در سال 1959 در آنجا به دنیا آمده بود، زمانی مهد تمدن و فرهنگ فارسی بوده و نویسندگان و نقاشان و صوفیان بسیاری را در خود پرورش داده است. به طنز می گفت توی این شهر نمیشه پایت را دراز کنی، چون به ما تحت یه شاعری نویسنده‌ای برخورد میکنه. جلیل داستان ملکه گوهرشاد را برایش تعریف کرد که در قرن 15 میلادی مناره‌های مشهوری را در هرات ساخت و دلبستگی شدیدی به این دیار داشت. برایش از گندمزارهای سرسبز هرات و باغ‌های میوه و تاک‌های انگورهای درشت و بازارهای شلوغ و سقف‌های بلند چیزهای زیادی گفته بود. جلیل یک روز گفت مریم جان، یه درخت آنجا هست که جامی شاعر بزرگ در زیر آن دفن شده است. بعد به جلو خم شد و نجوا کرد جامی 500 سال پیش زندگی میکرد. یه بار تو را بردم پای همین درخت، کوچک بودی، یادت نمی آید. حقیقت را می گفت. مریم به خاطر نمی آورد و با اینکه 15 سال اول زندگیش را در نزدیکی هرات گذران، اما هرگز آن درخت را به چشم خود ندید. همینطور هم آن مناره‌های معروف را و هرگز از باغ‌های هرات میوه‌ای نچید یا در کشتزارهای گندمش قدم نزد. ولی با همه اینها هر بار که جلیل از چنین چیزهایی برایش میگفت با شگفتی به حرفهای او گوش میداد. او جلیل را به خاطر دانش گسترده و دنیا دیدگیش تحسین میکرد و از داشتن چنین پدر دانایی به خود میبالید. همیشه بعد از رفتن جلیل ننه میگفت چه دروغهای بزرگی. آدمهای پولدار همیشه دروغهای بزرگ به هم میبافند. او هیچ وقت تو را به دیدن هیچ درختی نبرده. نگذار تو را گول بزنه. پدر عزیزت به ما خیانت کرده و ما رو دور انداخته. ما برای او هیچی نیستیم. او ما را از خانه بزرگ و اعیانیش انداخت بیرون. با خوشحالی این کار را کرد. مریم هم همیشه با متانت به این حرفهای ننه گوش میداد و هرگز جرأت نداشت به ننه بگوید از این نحو حرف زدن راجع به جلیل خیلی بدش میآید. واقعیت این بود که مریم در کنار جلیل هرگز خودش را حرامزاده حس نمی‌کرد. روزهای پنجشنبه که جلیل 1-2 ساعتی به دیدن مریم می‌آمد، با لبخند و هدایا و مهر و محبتش به مریم این حس را می‌داد که لایق همه زیبایی‌ها و نعمات زندگی است و از همین رو مریم او را خیلی دوست داشت، با وجود آنکه سهم ناچیزی از عشق و محبت جلیل نصیبش می‌شد. جلیل 3 زن و 9 تا بچه داشت. 9 فرزند مشروع که همگی برای مریم غریبه بودند. او یکی از ثروتمندترین مردان هرات بود. سینمایی داشت که مریم هرگز ندیده بود، اما به خاطر اصرارهای زیادش جلیل برایش تعریف کرده بود و بنابراین مریم به خوبی می‌دانست که نمای سینما از کاشی‌های آبی و قهوه‌ای روشن ساخته شده و لوژ مخصوص دارد و سقف آن مشبک است.
در ورودی کشویی آن به سالن انتظاری باز می‌شد که دیوارهایش پوشیده از کاشی بود و روی دیوارها پوستر فیلم‌های هندی را در ویترین‌های شیشه‌ای به نمایش می‌گذاشتند. جلیل برایش تعریف کرده بود که روزهای سه‌شنبه بوفه سینما به بچه‌ها بستنی مجانی می‌دهد. وقتی که جلیل چنین چیزی گفت، ننه پوزخند تلخی زد و صبر کرد. بعد از رفتن او به مریم گفت: بچه‌های غریبه بستنی مجانی گیرشون میاد، آن وقت تو چی؟ داستان بستنی گیرت میاد و بس. جلیل علاوه بر این سینما، قطعه زمین‌هایی در کاروخ و فرح، 3 مغازه فرش فروشی، 1 فروشگاه لباس فروشی و 1 اتومبیل بیوک رودمستر مدل 1956 داشت. یکی از افراد پرقدرت و با نفوذ شهر هرات بود و با شهردار و استاندار منطقه رفت و آمد خانوادگی داشت. 1 آشپز و 1 راننده و 3 مستخدم زن داشت و ننه قبل از آنکه شکمش بالا بیاید یکی از مستخدمین او بود. ننه تعریف کرد وقتی که این اتفاق افتاد، خانواده جلیل همگی به طرف او حمله ور شدند. قوم و خویش‌های همسرانش قسم خوردند خون راه میاندازند. زنهایش به او امر کردند که ننه را از خانه بیاندازد بیرون. پدر ننه که در دهکده گلدامن در نزدیکی هرات سنگتراشی تنگ دستی بود، او را طرد کرد و اصلا منکر داشتن چنین دختری شد. چون آبرویش رفته بود و بدنام شده بود، اسباب و اساسیه‌اش را جمع کرد و سوار اتوبوس شد و رفت ایران. دیگر از آن موقع به بعد هیچ کس او را ندید و خبری از او نشنید. 1 روز صبح ننه در حالی که داشت به مرغ‌ها دانه میداد گفت: بعضی اوقات آرزو میکنم ای کاش بابام آنقدر جرأت داشت که یکی از آن ابزارهای تیزش را برمی داشت و از شرف و ناموس خودش دفاع میکرد. اینجوری لااقل یکم دلم آرام میگرفت. بعد مشتی دانه توی مرغدانی ریخت، مکسی کرد و به مریم نگاه کرد و گفت: اینطوری شاید برای تو هم بهتر میشد. لااقل دیگر اینقدر قصه چیزی را که هستی نمیخوردی. اما بابام خیلی بزدل و ترسو بود. جربوزه چون این کاری را نداشت، برای همین گذاشت و رفت. ننه ادامه داد: راستش این جلیل هم دل و جرأت کافی را نداشت که جلوی خانواده و قوم و خویش‌های خودش بایستد و مسئولیت عملی را که مرتکب شده بود به عهده بگیرد. عوض این کار در پشت درهای بسته برای حفظ آبروی خودش و خانواده‌اش فوراً قرار و مداری گذاشت. روز بعد من را وادار کرد که اسباب و اساسیم را از قسمت خدمتکارها جمع کنم و از آن خانه بروم. بعد مکسی کرد و سپس گفت: میدانی جلیل برای دفاع از خودش به زنهایش چی گفت؟ به دروغ با آنها گفت که من خودم را به او تحمیل کردم. یعنی آن کار تقصیر من بوده. میفهمی؟ معنی زن بودن توی این دنیا همین است. ننه کاسه دانه های مرغ ها را روی زمین گذاشت. با انگشتی چانه مریم را بلند کرد و گفت: به چشم های من نگاه کن مریم. مریم با بیمیلی چنین کرد. ننه گفت: دخترم، این حرف را از من همیشه به یاد داشته باش. مثل عقربه قطب نما که همیشه به طرف شمال می ایستد، انگشت اتهام مردها هم همیشه به طرف یک زن نشانه می رود. همیشه برای هر غلطی که می کنند یک زن را مقصر می دانند. همیشه این را به یاد داشته باش مریم. فصل 2. از نظر جلیل و زنهایش من یک علف هرز بودم. تو هم همینطور. آن موقع تو هنوز به دنیا نیامده بودی. مریم پرسید: علف هرز چیه؟ ننه گفت: یه جور علف که به هیچ دردی نمیخوره و آن را از زمین بیرون میکشن و دور میاندازن. مریم کمی اخم کرد. جلیل با او مثل علف هرز رفتار نکرده بود. هرگز این کار را نکرده بود، اما مریم پیش خود اندیشید بهتر است به مادرش اعتراض نکند. اما بابات خب نمیتوانست من را دور بیاندازد. باید من را در جای دیگری میکاشت و آب و غذا میداد. به خاطر تو. این همون معامله‌ای بود که با من کرد. ننه گفت که خودش نخواسته بود که در شهر هرات زندگی کند. برای چی؟ برای اینکه طاقت نداشتم هر روز ببینم جلیل زنهای پرفیس و افاده‌اش رو سوار ماشین دور شهر میچرخونه. ننه به جلیل گفته بود که دلش نمیخواهد توی خانه خالی پدرش در دهکده گلدامن که روی شیب تپه‌ای در 2 کیلومتری شمال هرات واقع شده بود زندگی کند.
به او گفته بود می‌خواهد جایی دور برود که از چشم همسایه‌ها دور باشد تا آنها به شکمش زل نزنند و او را انگشت‌نما نکنند و به او پوزخند نزنند یا بدتر از آن با مهر و محبت‌های ریاکارانشان او را عذاب ندهند. ننه گفت باور کن مریم، بابات هم از ته دل دوست داشت من جلوی چشم او نباشم. برای او هم اینطوری خیلی بهتر بود و خیالش راحت‌تر میشد. محسن بزرگترین پسر جلیل از همسر اولش خدیجه بود که همینجا را پیشنهاد کرده بود. قطع زمین بیدرختی که در دامنه تپه دهکده گلدامن قرار داشت. برای رسیدن به اینجا باید جاده خاکی ناهمواری را که از جاده اصلی هرات به گلدامن منشعب میشد طی می‌کردیم. در دو طرف این جاده خاکی در لابلای علف‌هایی که تا زانو می‌رسید گل‌های سفید و زرد ریزی به چشم می‌خورد. جاده تپه را دور می‌زد و بالا می‌آمد تا به زمین مسطح و همواری می‌رسید که درختان سپیدار و تبریزی در آن سر به فلک کشیده و دسته دسته بوته‌های وحشی در آن رویده بودند. از آن بالا می توانستی تیغه‌های زنگ زده آسیاب گلدامن را در سمت چپ و چشمانداز شهر هرات را در سمت راست ببینی. این جاده خاکی با شیبی تند به رودی پر از قزل‌آلا ختم می‌شد که از کوهستان سفیدکوه سرچشمه می‌گرفت. 200 متر بالاتر از رودخانه به بیشه دایره‌ای شکلی می‌رسیدی که مملو از درختان بید مجنون بود. قطع زمین بیدرخت در وسط این بیشه در سایه بیدها جا خوش کرده بود. جلیل برای بازدید به آنجا رفته بود. ننه گفت وقتی که جلیل از آنجا برگشت لحن کلامش مثل رئیس زندانی بود که راجع به دیوارهای تمیز و کف براق زندان حرف میزنند و اینطوری بود که بابات این سوراخ موش را برای ما اینجا ساخت. ننه یک بار زمانی که 15 سال بیشتر نداشت تا پای ازدواج رفته بود. خواستگارش پسری از شیندان بود که مرغ عشق می‌فروخته. مریم داستان این خواستگاری را از زبان خود ننه شنیده بود و از برق شور و شوق در چشمانش فهمیده بود که ننه خوشحال بوده است. اگرچه ننه خودش این موضوع را انکار می‌کرد ولی احتمالاً آن موقع در پوست خود نمی‌گنجید و از اینکه داشته با جوانی ازدواج می‌کرده از صمیم قلب خوشحال بوده است. وقتی که ننه این داستان را برایش تعریف می‌کرد مریم در بغل او نشسته و مادرش را در لباس عروسی تجسم می‌کرد. ننه را سوار بر اسب تصور می‌کرد که از پشت توری سبز رنگ روی سرش لبخند محبوبانه‌ای بر چهره دارد. کف دستهایش از رنگ حنا قرمز است. فرق موهایش را باز کردند و پودر نقره بر آن ریختند و گیس‌های بافته‌اش را با صمغ درخت به همدیگر چسباندند. نوازنده‌هایی را می‌دید که فلوت و سرنا می‌نواختند و دهل می‌زدند و بچه‌های خیابان را که هیاهو کنان پشت سر آنها به این طرف و آن طرف می‌دویدند. بعد 1 هفته مانده به عروسی جنها وارد بدن ننه شدند. مریم در این مورد نیازی به توضیح نداشت چون خودش به اندازه کافی با چشمهای خودش دیده بود که ننه ناگهان غش می‌کرد و به زمین می‌افتاد. بدنش پیچ و تاب می‌خورد و مثل چوب خشک می‌شد. چشمهایش بالا می‌رفت و دست و پاهایش چنان می‌لرزیدند که انگار کسی از درون او را تکان می‌داد و کفی سفید و گاه خون‌آلود از گوشه لب‌هایش بیرون می‌زد. پس از آن دچار خواب‌آلودگی و گیجی وحشتناکی می‌شد و کلمات بی‌ربط و نامفهومی زیر لب زمزمه می‌کرد. وقتی که این خبر به شیندان رسید خانواده فروشنده مرغ عشق پا پس کشیدند و از ازدواج صرف نظر کردند. ننه خودش می‌گفت آنها وحشت کردند و پس نشستند. لباس عروسی را توی کمد گذاشتند و بعد از آن دیگر هیچ خواستگاری نیامد. جلیل و 2 پسرش فرهاد و محسن در آن قطع زمین صاف و بیدرخت کلبه کوچکی ساختند که مریم 15 سال از زندگیش را در آن سپری کرد. دیوارهای کلبه را با خشت ساختند و روی آنها را با کاهگل پوشاندند. 2 تخت خواب سفری کوچک و 1 میز چوبی و 2 تا صندلی با پشتی صاف به کلبه آوردند. چند قفسه هم
به دیوار میخ شده بود که ننه دیگ و قابلمه سفالی و یک دست چایخوری چینی محبوب خود را در طبقات آن گذاشته بود. جلیل یک بخاری آهنی برای زمستان آنها آورد و مقداری هیزم پشت کلبه روی هم انبار کرد. بعدها هم یک تنور برای پختن نان و یک مرغدانی در بیرونی کلبه اضافه کرد. چند تا بز و گوسفند هم برای آنها خرید و یک آخور هم ساخت. محسن و فرهاد هم چند متر آن طرفتر از کلبه چاه عمیقی حفر کردند و مستراحی برای آنها ساختند. ننه گفت جلیل می توانست برای ساخت کلبه کارگر بگیرد، اما از این کار خودداری کرد. اینطوری می‌خواست کفاره گناهش را پس بدهد. اینطور که ننه میگفت در هنگام زاییدن مریم هیچ کس به کمکش نیامد. یکی از روزهای ابری و نمناک بهار سال 1959 بود. 26مین سال سلطنت 40 ساله یک نواخت و بدون حادثه ظاهرشاه. جلیل حتی به خودش زحمت نداد که دکتر یا حتی قابله ای را برای کمک به او بفرستد. با وجود آنکه می‌دانست امکان دارد جن به درون بدنش وارد شود و طی زایمان دچار حمله و غش شود، همانطور تک و تنها روی زمین دراز کشیده بود و در حالی که سراپایش خیس عرق بود چاقویی را دم دستش گذاشته بود. وقتی که درد شدید میشد بالش را گاز میگرفتم و آنقدر جیغ میزدم که صدایم میگرفت. با همه اینها آنجا هیچ کس نبود که عرقهای صورتم را خشک کند یا کمی آب به من بدهد. تو هم مریم جان اصلا عجله‌ای برای آمدن نداشتی. خلاصه 2 روز تمام همانطوری که کف کلبه سرد و سفت دراز کشیده بودم، نه چیزی خوردم نه خوابیدم، فقط زور میزدم و خدا میکردم زودتر دنیا بیایی. ننه باید من را ببخشی. بنده ناف تو را هم خودم بریدم. چاقو را برای همین کنارم گذاشته بودم. باید ببخشی. ننه همیشه در جواب این عذرخواهی مریم لبخند تلخی میزد و مریم هرگز نمیتوانست بفهمد آیا آن به معنی این است که همچنان او را متهم و مقصر میشمارد یا اینکه او را با اکراه بخشیده است. به ذهن مریم خردسال نمیرسید که عذرخواهی او به خاطر به دنیا آمدنش اصلا عادلانه نیست و نباید چنین کاری را انجام دهد. اما هنگامی که به سن 10 سالگی رسید دیگر داستان تولد خود را آنطور که ننه برایش تعریف میکرد باور نداشت. اکنون روایت جلیل را میپسندید. اینکه علیرغم آنکه در مسافرت خارج بوده اما ترتیبی داده بود تا ننه را به بیمارستانی در هرات ببرند و پزشکها او را تحت مراقبت قرار دهند. آنها نیز ننه را روی تخت تمیز و مناسبی در یک اتاق دلواز خوابانده بودند. وقتی که مریم موضوع چاقو را به جلیل گفت او با ناراحتی سرش را به علامت منفی تکان داده بود. در نتیجه مریم در این مورد هم که مادرش 2 روز تمام بر کف اتاق خوابیده بود و زجر کشیده است به شک افتاده بود. جلیل برایش تعریف کرده بود. برای من گفتند که تو کمتر از 1 ساعت به دنیا آمده ای. دختر خیلی خوبی هم بوده ای مریم جون. حتی موقع تولد هم آرام بوده ای. ننه با خشونت گفت اون این چیزها را از کجا می‌داند؟ در آن لحظه با دوستهای عزیزش در تخت سفر مشغول اسب‌سواری بود. وقتی که به او خبر دادند صاحب دختر تازه‌ای شده با بی‌اعتنایی شانه‌ای بالا انداخته است. به شانه کشیدن یال اسبش ادامه داده و تا 2 هفته دیگر در همان تخت سفر مانده بوده است. مریم جان اگر راستش را بخواهی باید بگم 1 ماه شده بودی که آمد اینجا و بغلت کرد. بعد نگاهی به تو انداخت و گفت صورت کشیده‌ای داری و بعد هم تو را به من پس داد. همین. مریم این بخش از داستان ننه را نیز باور نداشت. جلیل قبول داشت که موقع به دنیا آمدن مریم در تخت سفر بوده و اسب سواری می‌کرده. ولی به محض آنکه خبردار می شود نه فقط شانه بالا نمی اندازد بلکه پشت زین اسب خود پریده و سوار خودش را به هرات می رساند. مریم را بغل کرده و انگشت شست خود را روی ابروهای پرپشت او کشیده و برایش لالایی خوانده است. مریم هرگز نمی توانست تصور کند که جلیل گفته است صورت او زیادی دراز است، با وجود آنکه خودش قبول داشت صورتش کمی کشیده است. ننه برایش گفته بود که اسم مریم را خودش برای او انتخاب کرده چون اسم مادرش بوده
ولی جلیل میگفت خودش این اسم را برایش انتخاب کرده چون مریم اسم گلی زیبا و خوشبوست. مریم پرسید: گل مورد دلخواه تو مریم است؟ جلیل لبخندی زده و گفته: خب آره، مریم یکی از گلهای دلخواهم است. فصل 3. یکی از نخستین خاطرات مریم صدای جیرجیر چرخهای آهنی یک گاری دستی بود که روی سنگها بالا و پایین میرفت. این گاری دستی هر ماه یک بار به کلبه آنها می آمد و پر از برنج، آرد، چای، شکر، روغن آشپزی، صابون و خمیر دندان بود. 2 تا از برادرهای ناتنی مریم، معمولاً محسن و رامین، گاهی هم رامین و فرهاد آن را هل می‌دادند و به آنجا می‌کشیدند. آن را در جاده خاکی که مملو از خرده سنگ و ریگ و بوته‌های خار بود به جلو هل می‌دادند تا به رودخانه می‌رسیدند. آنجا گاری را خالی می‌کردند و همه بار آن را روی دست از آب رودخانه رد می‌کردند. بعد به کمک همدیگر گاری خالی را از رودخانه می‌گذراندند و در آن طرف رود دوباره آن را بار می‌زدند. حدود 200 متر دیگر آن را از میان علف‌های انبوه بلند و خار و خاشاک و بوته‌ها جلو می‌کشیدند. قورباغه‌ها از سر راهشان به هوا می‌جهیدند و برادرها پشه‌ها را از روی صورت عرق کردهشان کنار می‌زدند و به راه خود ادامه می‌دادند. مریم میگفت بابا که چند تا پیش خدمت داره، چرا گاری رو نمیده اونها بیاورن؟ ننه جواب میداد مثلا اینطوری میخواهد بار گناهش را کم کند. صدای گاری که میآمد، مریم و ننه از کلبه بیرون میآمدند. مریم همیشه قیافه ننه را در روزهایی که آذوقه‌شان را دریافت میکردند به خاطر میآورد. زنی قد بلند، استخوانی و پا برهنه که به چهارچوب در تکیه میداد و در حالی که دستهایش را به حالتی تمسخرآمیز و گستاخانه بر روی سینه گره زده بود و چشم کمبینایش به صورت شکافی تنگ در آمده بود، آنها را خیره نگاه میکرد. موهای کوتاه و ژولیده و شانه نزده‌اش که نور آفتاب بر آنها تابیده بود بیروسری بود. یک پیراهن خاکستری بدقواره میپوشید که دکمه‌هایش را تا زیر گلو میبست و جیب‌هایش را پر از قلب سنگ‌هایی به اندازه یک گردو میکرد. پسرها همانجا کنار نهر می‌نشستند و منتظر می‌ماندند تا مریم و ننه آذوقه خود را به کلبه ببرند. آنها می‌دانستند با وجود آنکه نشانه‌گیری ننه ضعیف بود و بیشتر سنگ‌هایی که پرتاب می‌کرد حتی به آنها نمی‌رسید، ولی نباید از فاصله 30 متری جلوتر بروند. ننه در حالی که کیسه‌های برنج را روی دوش انداخته و به طرف کلبه می‌برد، سر پسرها داد می‌کشید و چیزهایی به آنها می‌گفت که مریم معنی آن را نمی‌فهمید. ننه مادر آنها را لعن و نفرین می‌کرد و شکلک‌های زشتی برای آنها در می‌آورد. اما پسرها هیچ وقت جواب فحش و توهین‌های او را نمی‌دادند و اصلاً به روی خود نمی‌آوردند. مریم دلش برای پسرها می‌سوخت و با دلسوزی فکر می‌کرد چقدر با هل دادن آنگاری سنگین دست و پاهایشان خسته می‌شد. او خیلی دلش می‌خواست می‌توانست حداقل 1 لیوان آب به آنها بدهد، اما هیچ حرفی نمی‌زد و اگر هم آنها برایش دست تکان می‌دادند، در پاسخ هیچ دستی برایشان تکان نمی‌داد. یک بار مریم برای خود شیرینی پیش ننه سر محسن دادی کشید و گفت دهانش مثل کون مارمولک است و بعد بلافاصله احساس گناه و شرم همه وجودش را فرا گرفت و ترسید که آنها این را به جلیل بگویند. ولی ننه قاه زد زیر خنده و دندانهای کرم خورده جلوییش نمایان شد و مریم پیش خودش اندیشید الان است که یکی از آن قش‌ها به او دست دهد. وقتی که خنده‌اش تمام شد رو کرد به مریم و گفت تو چقدر دختر خوبی هستی مریم جان. وقتی که گاری خالی میشد پسرها آن را هل میدادند و از آنجا دور میشدند. مریم همانجا میایستاد و آنها را تماشا میکرد تا اینکه در لابلای علفهای بلند و گلهای وحشی ناپدید میشدند. نمیخوای بیای تو؟ چرا ننه آمدم. دارن بهت میخندن، صداشون رو میشنوم. آمدم تو. حرفم رو باور نمیکنی؟ اینجام ننه، میدونی که دوستت دارم. مریم جون. مریم و ننه صبح‌های زود با صدای بعبع گوسفندان و نیلمک چوپان‌های دهکده گلدامن که گله‌های خود را برای چریدن به مراتع پرعلف دامنه تپه می‌آوردند بیدار می‌شدند. شیر بزها را می‌دوشیدند، برای مرغ و خروس‌ها دانه می‌ریختند، تخم مرغ‌ها را جمع می‌کردند
و با همدیگر نان می‌پختند. ننه به او یاد داده بود چطور خمیر را وزن دهد، تنور را روشن کند، خمیر را پهن کند و آن را به دیواری داخلی تنور بچسباند. ننه همچنین به مریم یاد داده بود خیاطی کند، برنج بپزد و مخلفاتی مثل آش، شلغم، برانی اسفناج، گلکلم و زنجبیل درست کند. ننه نفرت و بیزاری خود را از مهمان و در واقع از مردم هرگز مخفی نمی‌کرد، اما در این میان چند تا استثنا هم وجود داشت. یکی کدخدای ده، بزرگ و ریش سفید گلدامن، حبیب خان، مردی ریشو با کله کوچک و شکمی بزرگ بود که ماهی یک بار یا بیشتر با نوکرش به دیدن آنها می آمد. نوکر گاهی اوقات یک مرغ و گاهی هم یک قابلمه ماشپلو یا یک سبد تخم مرغ‌های پخته رنگ شده برای مریم می آورد. دیگری پیرزنی چاق بود که ننه او را بیبی جان صدا می زد. شوهرش سنگتراش بود و چند سال پیش مرده بود. یکی از دوستهای بابای ننه بود. پیرزن هر موقع می آمد یکی از 6 تا عروسش و یکی 2 تا از نوه‌هایش را همراه می آورد. همانطور که لنگ می زد و هنهن می کرد، قطع زمین بیدرخت را طی می کرد و با حالتی اغراق‌آمیز از کمردرد خود می نالید و آهوزاری کنان خودش را به روی صندلی که ننه برایش جلو می آورد و می انداخت. بیبی جون هم همیشه یک هدیه برای مریم می آورد. جعبه‌ای آب نبات یا یک سبد به. همین که می نشست از وضع مزاجی ناجور خود یا شایعاتی که در شهر هرات و دهکده گلدامن سر زبانها افتاده بود با شور و حرارت برای ننه تعریف می کرد. و در این حال عروسش ساکت پشت سرش می نشست و گوش می داد. اما فرد محبوب و مورد علاقه مریم البته بعد از جلیل ملا فیض‌الله معلم قرآن سالخورده ده بود. آن هفته 1-2 بار از گلدامن می آمد تا به مریم نماز و دعای 5گانه یومیه و تلاوت قرآن بیاموزد. همانطور که وقتی ننه دختر بچه خردسالی بود به او تعلیم داده بود. ملا فیض‌الله خواندن را به مریم آموخته بود و به حرکت لبش برای تلفظ هر کلمه‌ای توجه کرده بود و انگشت اشاره‌اش را زیر هر کلمه چنان فشار می‌داد که زیر ناخنش سفید می‌شد. انگار می‌خواست معنی کلمه را از دل آن بیرون بکشد. ملا فیض‌الله بود که دست کوچکش را گرفته و مداد را در مسیر صاف الف و انحنای ب و 3 نقطه س هدایت کرده بود تا او نوشتن بیاموزد. امیدوارم که از این کتاب زیبا لذت برده باشید و اگر دوست داشتید این کتاب رو تهیه کنید و بخونید. من صفحه آخر این کتاب رو برای شما میخونم. اکنون در حدود 3 دهه است که بحران پناهندگان افغانی یکی از مشکلات حاد جهانی است. جنگ، گرسنگی، بی‌نظمی و ظلم و ستم میلیون‌ها نفر مثل طارق و خانواده‌اش را مجبور کرده است که وطن خود را ترک کنند و به کشورهای همسایه یعنی پاکستان و ایران مهاجرت کنند. تاکنون تقریباً 8 میلیون افغانی به کشورهای دیگر پناهنده شدند که بیش از 2 میلیون نفر آنها در پاکستان هستند. طی سالهای گذشته این افتخار نصیب من شد که به عنوان نماینده امریکا در مؤسسه پناهندگی سازمان ملل که یکی از سازمانهای بشردوستانه است کار کنم. این مؤسسه وظیفه دارد وسایل رفاهی ضروری را برای پناهندگان تامین کند و به آنها کمک کند تا در محیطی ایمن به زندگی ادامه دهند. این مؤسسه در راستای این رسالت خود به 20 میلیون انسان بی سرپناه و آواره در جهان، نه فقط در افغانستان بلکه در سرزمین‌هایی مثل کلمبیا، بروندی، کنگو و چاد کمک رسانی می‌کند. همکاری با این مؤسسه در جهت کمک به پناهندگان یکی از لذت بخشترین تجربیات زندگی من بوده است. خالد حسینی، 31 ژانویه 2007. امیدوارم که هیچ وقت هیچ جا جنگی نباشه و هیچ وقت هیچ جا پناهنده‌ای وجود نداشته باشه. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.